یاد خداوند متعال. بنده های عزیز، خوش آمدید به یک جلسه دیگه از درس مایکروسافت ورد. در جلسات قبلی ما با شما موضوعات ابتدایی و مبتدی ورد، بخش فایل کم و بیش خواندیم. در این بخش میخواییم موضوعات بیشتری را بخوانیم. دوستان، برای درس امروز من اولین کاری که میکنم یک متن آماده نوشته میکنم و بعد را ذخیره میگیرم. این متن خود ما ذخیره میگیرم. از ذخیره کردن هم خوانده بودیم که از طریقای مختلفی میشه. ما شارتکتش استفاده میکنیم کنترل اس. در کدام پوشه؟ در پوشه داکیومنت. به نام چی؟ به نام فایل 1. به نام فایل 1 ذخیره میگیریم. وقتی فایل خود ذخیره گرفتیم دوباره میریم در داکیومنت، میبینیم که فایل ما ذخیره هست به نام فایل 1. دوباره فایل خود باز میکنیم. دوستان، امروز قرار هست که در گزینه فایل متباقی بخشایی که باقی مانده را بخوانیم. ما شما گزینه هوم خواندیم، نیو خواندیم، اوپن هم خواندیم. امروز قرار است در بخش انفو بیاییم و گزینه انفو را بخوانیم. در گزینه انفو ما براتون اول قسمت راست تصویر تشریح میکنم که چی است، چه مشخصاتی میتونه داشته باشه. دوستان، در قسمت راست تصویر شما پراپرتیز میبینین، یعنی جزئیات فایلی که ذخیره کردیم میبینین. سایزش هم میبینین، تعداد صفحاتش، کلماتش، به چه مدت رویش کار شده، کی تگ شده، تایتلش چی است، کامنتش چی است، هر چیزی که در اینجا باشه شما میتونین اون رو ببینین. تمام مشخصاتی که در مورد فایل ما و شما، در مورد داکیومنت ما و شما هست میتونین ببینیم. مهمتر قسمت هایی است که ما در بخش Protect Document، Inspect Document و Manage Document داریم. در قسمت Protect Document محافظت از سند است. محافظت از سند یعنی چی؟ محافظت از سند در این بخش برای تغییرات ناخواسته ای که بعضی کسان نتونه تغییراتی روی فایل ما و یا داکیومنت ذخیره شده ای ما ایجاد کنیم، میتونیم محدود کنیم، میتونیم تغییرات روش وضع کنیم. زمانی که روی این قسمت کلیک میکنیم موضوعات مختلفی هست. در قسمتی read only فقط فایل طوری باز میکنه که شما میتونین او رو بخوانین، یعنی راحت ویرایش کرده نتونین. اگر میخواین که امنیتش خیلی بالا باشه از گزینه چی استفاده میکنین؟ از گزینه رمزگذاری. زمانی که من روی گزینه رمزگذاری کلیک کنم فایل ما را رمز میده و رمزش تا وارد نکنیم اما فایل و یا داکیومنت و جزئیاتش برای ما باز نمیکنه. و قسمت بعدی محدود کردن ویرایش هست. محدود کردن ویرایش میتونین فایل خود رمزگشایی بکنین و فقط افرادی اداری رمزش باز بکنه. قسمت بعدیش محدود کردن ویرایش هست. محدود کردن دسترسی هست. محدود کردن دسترسی شما میتونین محدود کنین که ها دسترسی داشته باشه و که ها نداشته باشه. Add Digital Signature یک بخش دیگهش هست و قسمت آخریش هست Mark as Final. در قسمت Mark as Final اعلام میکنین که فایل کامل شده و دیگر نباید تغییر کنه. دوستان، دو بخش از این رو براتون انجام میدم. بخش اولی، اگر شما میخواین که فایلتان بسیار محافظ نگه دارین، یعنی کسی نتونه تغییراتی و حتی کسی نتونه جزئیات داخلش ببینه، از گزینه چی استفاده میکنیم؟ از گزینه رمزگذاری. روی گزینه رمزگذاری کلیک میکنیم. اینجا میگه که برای ما پسوردتان رو وارد کنید. ما پسورد خود مثلا میمانیم علی، ساده باشه یادمان نره، علی. اوکی. ری انتر پسورد خود دوباره کلیک میکنیم، اما علی. اوکی. میبینیم که اینجا فایل ما چی کار شد؟ رمزگذاری شد. خب فایل خود بسته میکنیم، سیف. در کدام قسمت ما شما فایل خود سیف کرده بودیم؟ در قسمت داکیومنت. به نام چی؟ به نام فایل 1. میریم دوباره این فایل 1 باز میکنیم، میبینیم که چی هست؟ از ما پسورد خواسته. یعنی تا زمانی که پسورد ای را وارد نکنیم ما شما نمیتونیم از فایل استفاده بکنیم. علی. اوکی. ببینید فایل داکیومنتش برای ما باز کرد. اگر نه، در غیر از صورت اگر ما فایل خود باز کنیم
و پسورد یاد ما بره، نتونیم اشتباه وارد شود. میبینیم که گوشتار میه و فایل برای ما این رقمی باز میکنه، یعنی فایل نمیتونیم جزئیات داخلش بخوانیم. چگونه میتونم ایره دوباره رمزگشایی بکنم و رمزش نمانیم، حذف کنیم، دوباره باز میکنیم فایل، روی همون گزینه کدش وارد میکنیم، اوکی. بازم روی گزینه فایل میریم، بخشی انفو، گزینه پروتکت داکیومنت، بازم رمزگشایی رو رویش کلیک میکنیم، علی فقط همون کدی که اونجا نوشته است پاک میکنیم، میشه خلاص شد. حالا اگه فایل خود باز بکنیم بدون کدام محدودیت گزینه سیو میگیریم، بدون کدام محدودیت فایل ما و شما را چی میکنه؟ باز میکنه. گزینه بعدی از قسمت انفو میریم چی رو کار میکنیم دوستا؟ بخشی مارک از فاینل. مارک از فاینل گفتیم مارک از فاینل اعلام میکنه که فایل کامل شده و دیگر نیاز به تغییر درش نیست. روش کلیک میکنیم، یک گزینه اوکی اوکی رو میزنیم، بازم اوکی. میریم روی فایل، میبینیم دوستا چی کار شده؟ مارک از فاینل ایجا برای یک هشدار داده که شما همین فایل تکمیل شده و دیگه نیاز به ایدیت نداره. اگر شما خواستین بیشتر ایدیت کنین روی ایدیت انیور میزنید، دوباره اون فایل ها برای ما شما چیکار میشه؟ باز میشه. مهمترین گزینه در این بخش از گزینه محافظت گزینه رمزگشایی هست یا رمزگذاری هست که ما و شما فایل خود چی میکنیم؟ رمزگذاری میکنیم. این فایل های رمزگذاری شده بسیار محفوظ است و کسی نمیتونه با آسانی به او چیکار کنه؟ دسترسی پیدا کنه. بخش بعدی بررسی سند هست. check for an issue. به چی موارد استفاده میشه؟ قبل از ارسال و یا انتشار یک فایل شما اطلاعات پنهان از او را چک میکنین. اطلاعات پنهان مانند چی؟ اطلاعات پنهان مانند نام نویسنده، اطلاعات پنهان مانند کامنت و یا تغییراتی که روی ازش ثبت شده. روی ازی کلیک میکنیم، روی گزینه بعدی به نام inspect document کلیک میکنیم، یس میزنیم. ببینید دوستا، ببینید تمام تغییراتی که در اونجا مخفی است، پنهان است، در چشم ما دیده نمیشه، انسپکت میزنیم. قسمت هایی که ما شما داره تسک پنال این چیزا رو ما میتونیم document properties and personal information remove all بگیریم، ریموو کنیم. کاربرد زیاد خاصی نداره دوستا، از روی برنامه زیاد نمیمانیم و تشریح زیادی نمیکنیم میشه. فقط در گزینه انفو بخشی protect و بخش رمزگذاری بسیار مهمه. گزینه بعدی manage document هست. در manage document شما دو بخش زمانی که کلیک میکنیم اینجا یک recover and save document هست. recover and save document چی کار میکنه؟ فایل هایی را که ما شما رویش کار کردیم و اونا را ذخیره نگرفتیم برای ما شما چی کار میکنه؟ باز میکنه. مثلا شما روی یک فایل کار میکنین به صورت دوامدار و فایل دارن بسیار مهم است. فایل ذخیره نمیگیرین، شارژ کامپیوترتان تمام میشه. دوباره زمانی که روی ورد میاییم شما میتونین فایلتان از کجا، از امو داکیومنتتان از گزینه فایل بخش انفو و منیج داکیومنت ریکاور اند سیو داکیومنتس پیدا کنید. براتون پیدا میکنه. ما ریزی کلیک میکنم، این داکیومنت ها سیو نشده. میبینیم روی یکیش کلیک میکنیم که میبینین این فایل برای ما شما باز کرد. این قبلا کار کرده بودیم پیش از اینکه ویدیو ریکورد کنیم، قبلا بود با ورد خود چک کردیم، دوباره ذخیره نگرفتیم، تمام شد رفت. این فایلی که ذخیره نشده برای ما شما باز میکنه. امیدوار هستم که درس براتون مفید واقع شده باشه دوستا. امروز جلسه خود فقط در گزینه انفو خلاصه میکنیم. بعد از این درس های خود کمی شدت میبخشیم. تشکر از دیدنتان، وقتتان خوش، خدا نگهدار.